قرآن میفرماید که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. امروز مسئله بزرگ دنیای اسلام مسئله غزه است. آیا ما مشاهده میکنیم که سران کشورهای اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی به تعلیم قرآن و معرفت قرآنی درباره غزه عمل میکنن؟ قرآن به ما میفرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آیا به این عمل میشه به این آیه درباره غزه؟ چرا سران کشورهای اسلامی علنا مخالفت خودشون، قطع رابطه خودشون، قطع کمک ها و پشتیبانی های خودشون از کافر مقاتل خبیث صهیونیست اعلام نمی کنن؟ قرآن میفرماید که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. آیا به این عمل میشه امروز در دنیا؟ قرآن میفرماید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آیا این شدت عمل در مقابل رژیم خبیث صهیونیستی نشون داده میشه؟ اینا دردهای بزرگ دنیای اسلام امروز.